در پی انتقال رئیس جمهور امامعلی رحمان دو معاون رئیسی ولایت بدخشان عوض شدند. به گفته منابع رادیوی آزادی این تغییرات شام 17 سپتامبر ضمن یک جلسه با حضور شادیخان جمشید رئیس این ولایت برگزار شد. بر اساس این تغییرات علیشیر میرزا نباتوف به وظیفه معاون اول رئیس ولایت بدخشان تعیین شده است. علیشیر میرزا نباتوف به قبل منبع تا این زمان در وظیفه معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالیت میکرد. بر اساس یک تغییرات دیگر عبدالنظرزاده معاون رئیس ولایت بدخشان از مقام آزاد شد. سبب برکناری جناب عبدالنظرزاده گذاشتن به وظیفه دیگر عنوان شده است، اما تا حال مقام نوی او معین نیست. این برکناری ها در پی انتقاد رئیس جمهور امامعلی رحمان در تاریخ 15 سپتامبر سال روان صورت میگیرد. امامعلی رحمان ضمن یک جلسه در شهر خاروخ از مقامداران ولایت بدخشان انتقاد کرد که به گفته او 4 جنایتکار را به ترتیب درآورده نمیتوانند. رئیس جمهور به مقامداران ولایت بدخشان 1 ماه مهلت داد که ترتیبات حقوقی و ولایت قانون در شهر خاروخ را برقرار کنند. ضمناً خبرها از بدخشان حاکی است که برکناری ها با 2 معاون رئیسی ولایت محدود نمیشوند. طبق بعضی خبرهای رسیده یک زمان از مقامداران قدرتی این ولایت نیز در نظر است از مقامهای خود برکنار شوند.